پروردگار بچه بگفته به دنیا با خطاب میکنه یا دنیا این انهارکی، یا دنیا این جبالکی، یا دنیا این قصورکی، یا دنیا این الملوک و ابناء الملوک، این الجبابره و ابناء الجبابره، أين الذين عاشوا في خيري وأكلوا رزقي وعبدوا غيري. پروردگار میگه ای دنیا، کوهات کجا شد؟ کوله بلندترین دنیا همالای بود کجا شد؟ کوله پامیر کجا شد؟ بحرها و آکیانها کجا شد؟ دریاهات کجا شد؟ شهرهای آباد و زیبات کجا شد؟ خانه های 300 قبطه و 100 قبطه کجا شد؟ کشتی های کیهانی در فضا برآوردی این بندگان من کجا شد؟ کجا شد؟ این الملوک، پادشاه ها کجا شدن؟ شداد کجا شد؟ فرعون کجا شد؟ ستالین و لنین کجا شد؟ بچه هاشم کجا شد؟ مرسدس سوارها کجا شدن؟ پادشاه های متکبر و مغرور کجا شد؟ این الجبابره کجا شدن؟ کجا شدن آن به سعادتایی که در این دنیا رزقی من خوردن، با تأمین شرایط زندگی من مهیا کردگی عمر گذرانیدن، اما غیر من پرستش کردن، شیطان از قفاش رفتن. کجا شدن؟ کجا شدن؟ رزقی من خوردن، در بالای زمینی من دادگی گشت گذار کردن، هوای مساعدی من دادگی رو نفس کشیدن، اما پرستش غیری من کردن، به حکم من نرفتن، به قرآن من عمل نکردن، از قفای دشمنای من رفتن. کجا شدن؟